سیمون دووار یک جمله خیلی عجیب و تأمل برانگیز داره. اون میگه زن زاده نمی شود بلکه ساخته می شود. یعنی چی که زن ساخته میشه؟ دووار میگه ما با بدن زنانه به دنیا میاییم، اما زن شدن در معنای اجتماعی و فرهنگی محصول تربیت، باورها، سنتها و کلیشه‌ها و نقش‌هایی که از بچگی به ما تحمیل میشه. مثلا به دخترها یاد میدن باید زیبا باشن، مؤدب باشن، فداکار باشن، یا به پسرها یاد میدن مستقل و قوی باشن. اینا طبیعی نیست، آموزشیه. جامعه زن بودن رو به دختر بچه‌ها یاد میده. پیام اصلی دووار اینه که زنان قربانی طبیعت نیستن، بلکه زنان قربانی ساختارهای اجتماعی و تاریخی هن. پس آزادی زنان هنگامیه که از نقش‌های تحمیل شده رها بشن و خودشون رو باز تعریف کنن. پس میشه گفت مرد بودن یا زن بودن صرفاً تفاوت اندامهای جنسی نیست، بلکه به محض اینکه به دنیا میاییم نقش‌هایی به ما تحمیل میشه از طریق جامعه و خانواده. مثلا وظایفی مثل کار کردن و سربازی از همون اول به مردها تحمیل میشه و در مورد زنها هم همینطوره. پس دووار نمیگه که زن بودن و مرد بودن به خاطر اندامهای جنسی یا ژنتیکه، بلکه میگه به خاطر ساختارهای اجتماعی و سیاسی و نقش‌هایی که به اون سپرده میشه. شما موافقید باهاش یا مخالف؟